السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از زمان سلیمان علیه السلام که سلیمان علیه السلام وفات کرد، بنی اسرائیل گمراه شدند، یهودی ها گمراه شدند، به شرک و جادوگری مشغول شدند. الله متعال چندین پیغمبران را به سوی آنها فرستاده بود. یکی از آنها دانیال علیه السلام بود. وقتی مردم الله متعال را اطاعت نکردند و به شرک مشغول بودند، الله متعال به آنها عذابی را فرستاد، یعنی آنها را در عذابی گرفتار کرد. پادشاه آن زمان بخت النصر بود. بخت النصر یک از پادشاهانی با قوت، لشکری بزرگ داشت. به فلسطین حمله کرد، فلسطین را ویران کرد، مردم زیاد را کشت و گروهی را اسیر گرفت. از بین آنها دانیال علیه السلام بود. ابن کثیر رحمه الله میگوید بخت النصر در بابل بود و دو شیر را در جایی بند کرد. در آن زمان وقتی دشمن را میخواستند عذاب بدهند، بکشند، در نزد شیر می در آوردند و شیر آن شخص را پاره پاره میکرد، میخورد. دانیال علیه السلام را هم نزد شیران در آوردند و مدت دانیال نزد شیرها بود. شیرهای گرسنه دانیال را هیچ آسیبی نرساندند، بلکه برعکس دانیال علیه السلام را میلیسیدند، یعنی محبت میکردند دانیال علیه السلام را. بعد از چند دانیال علیه السلام گرسنه شد. پس الله متعال به ارمیا، بعضیا میگویند ارمیا هم در آن زمان پیغمبر بود، به ارمیا وحی کرد که برای دانیال خوراکی تیار کن. ارمیا گفت پروردگارا، دانیال در بابل است، من در شام هستم. پس الله متعال فرمود امر من را بجا بیاور و تو را به نزد دانیال میبرم. یعنی به امر الله متعال وقتی خوراک تیار بشود، ارمیا را با خوراک به نزد دانیال میبرند، یعنی شاید ملائکه ها میبردن او را. پس ارمیا علیه السلام خوراک را تیار کرد و او را به نزد دانیال بردند. دانیال ارمیا را دید، پرسید تو کی هستی؟ ارمیا گفت من ارمیا هستم. دانیال گفت چرا آمده ای؟ ارمیا گفت پروردگارت من را به اینجا آورده است. دانیال گفت نام من را پروردگارم گرفت؟ ارمیا گفت بله. دانیال علیه السلام خوشحال شد و دعا کرد و گفت حمد و ستایش پروردگاری را که فراموش نمی کند آن شخصی را که ذکرش کند، و حمد و ستایش به پروردگاری که اجابت می کند مناجات بنده را، و حمد و ستایش پروردگار را که اگر توکل کنی با آن، یعنی با آن ناامیدت نمی کند، و حمد و ستایش به پروردگاری که به کار نیک جزای نیک می دهد، و حمد و ستایش به پروردگاری که به صبر کردن در قبال سختی نجات می دهد، و حمد و ستایش پروردگار را که غم و دقت را دور می کند. و دعا کرد و دعا کرد. بعد از چند پادشاه وقتی دید که به دانیال هیچ آسیبی نرسیده است، او را از نزدیکان خود قرار داد، یعنی دانیال را آزاد کرد. دانیال را مردم بسیار احترام میکردند.
دانیال علیه السلام برای خود یک انگشت ساخت که در او، یعنی در انگشت صورت دو شیر بود و در بین صورت خود را گذاشته بود که دانیال ایستاده است و از دو طرفش دو شیر، تا اینکه فراموش نکند که الله متعال او را از چه حالت نجات داده است. و بعد از زمان دانیال علیه السلام هم وفات کرد و میگویند جسد او را به تستر آوردند. تستر در ایران است. ابو العالیه رضی الله عنه میگوید در زمان عمر رضی الله عنه وقتی تستر را فتح کردیم، در قصر هرمزان تختی را یافتیم که بر او جسد مردی بود، یعنی یک مرد در بالای تخت مرده بود و جسدش گذاشته شده بود. بالای سری یعنی آن مرد کتابی را دیدیم. کتاب را به عمر رضی الله عنه فرستادیم، یعنی کتاب به زبان عبرانی، به زبان یهودی ها نوشته شده بود. به عمر رضی الله عنه فرستادیم. عمر رضی الله عنه کعب رضی الله عنه را به نزد خود خواند و با او گفت این کتاب را به زبان عربی ترجمه کن. از بعضی صحابه ها روایت شده است که وقتی دانیال علیه السلام را یافتند جسدش بسیار بزرگ بود، یعنی حتی میگویند که بینی دانیال علیه السلام یک وجب یا اینکه زیادتر بود، یعنی جسدش بسیار بزرگ بود، از شخصانی که جسدی بزرگ داشت، یعنی دراز بود قدش. کتاب را کعب رضی الله عنه ترجمه کرد. در آن کتاب در مورد عیسی علیه السلام بسیار نوشته شده بود و در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار نوشته شده بود. یعنی بعضی سخنهایی که در اون کتاب نوشته شده بود این بود که به پیغمبر آخران پیروی کنید. عمر رضی الله عنه گفت این دانیال است، این دانیال علیه السلام است و امر کرد که در روز روشن 13 تا قبر بکنید. یعنی همه این حادثه ها بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یعنی رسول خدا وفات کردند، خلیفه ابوبکر بود، ابوبکر رضی الله عنه وفات کرد، بعد از ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه شد. یعنی در زمانه خلافت عمر رضی الله عنه همه این حادثه هایی که جسد دانیال علیه السلام را یافتند این حادثه ها شد. عمر رضی الله عنه امر کرد در روزی روشن 13 تا قبر بکنید و در شب در یکی از آن قبرها دانیال علیه السلام را دفن کنید تا که مردم جای قبرش را ندانند. یعنی سبب این چی بود؟ برای اینکه عمر رضی الله عنه احتیاط میکرد که مردم اگر قبر دانیال را بدانند شرک به الله میارند و همین طور صحابه ها هم 13 تا قبر کندند و در شبی در یک از آن قبرها دانیال علیه السلام را دفن کردند و قبرها را یعنی به زمین یکسان کردند تا اینکه هیچ کس نفهمد. اکنون بعضی صحابه ها از مردمی که در آنجا در تستر بودند پرسیدند چرا این مرد را دفن نکردید؟ آنها گفتند وقتی باران نمیبارید جسد این مرد را به بیرون میبرآوردیم و بعد باران میبارید. پرسیدن از مردم نامش چی بود؟ آن مرد نام آن مرد چی بود؟
گفتند او را دانیال میگفتند و تقریبا 300 سال پیش وفات کرده بود. اما گروه عالمان میگویند 300 سال پیش نه، بلکه 800 سال پیش تقریبا وفات کرده بود. برای اینکه جسد دانیال بسیار بزرگ بود و اگر دانیال علیه السلام را طبق تاریخ اگر بخوانیم بعد از زمانه سلیمان و داوود علیه السلام آمده است. برای همین تقریبا 800 سال پیش یعنی دانیال علیه السلام وفات کرده است. و در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که دانیال علیه السلام دعا کرده بود که الله متعال دانیال علیه السلام دعا کرده بود که امت محمد صلی الله علیه و سلم او را دفن کنند. و همچنان در حدیث فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم که کسی جای دانیال را بگوید، یعنی دانیال را بگوید که در اینجاست، او را به جنت بشارت بدهید. یعنی از بعض از همین حدیث ها گرفته میگویند که همان شخصی که در تستور یافته شده بود دانیال علیه السلام است. یعنی دانیال علیه السلام بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن شد. و این قصه را به طریق بسیار هم مختلف روایت میکنن از صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم. در کتاب ها به سند صحیح ذکر شده است. والله اعلم. این بود در مورد دانیال علیه السلام. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.